سرخط مهمترین خبرها: گزارش وزارت مدافع درباره نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش. مقامدار حکومت بدخشان از ورود بنزین پس‌صفت به بازار نگرانی کرد و رمضان قادروف امر داده است که اعتراضگران را پرانند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 نوامبر سال 2023 است. وزارت مدافع تاجیکستان در یک گزارش نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش را شرح داده است. به اطلاع این نهاد در ماه اکتبر نقشه دعوت در مقیاس جمهوری 75% اجرا شده است. اجرایش نقشه در ولایت مختار کوهستان بدخشان 100%، ختلان 79، سوخت 65، ناحیه‌های تابع مرکز زیاده از 80 و در شهر دوشنبه 72% را تشکیل می‌دهد. آمده است در گزارش وزارت دفاع. در حالی که شکایت والدان از فشار مقامات برای به ارتش فرستادن فرزندانشان در این موسم هم رسانه‌ای شد، اما وزارت مدافع ملکه دعوت به ارتش را خیلی خوب ارزیابی کرده است. اول ماه اکتبر ساکنان جماعت وارخ شکایت کردند که مقامات برق چند محله را قطع کرده طلب نمودند که ساکنان فرزندان خود را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را شرح ندادند. در تاجیکستان همه ساله در فصل‌های بهار و تیر ماه جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت کرده می‌شوند. تقریبا در هر موسم شکایت‌ها از سرباز شکار و یا ابله هم رسانه‌ای می‌شود. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از وارد شدن بنزین پس‌صفت به این گوشه دوردست تاجیکستان نگرانی کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت بدخشان، انور ایمت شاهزاده در جلسه گفته است نرخ دارو و سوزشواری در این ولایت گران است. ایمت شاهزاده در حضور مقامات و صاحبکاران از آن گفته است که روزهای اخیر به ولایت بنزین پس‌صفت وارد شده ایستاده است. مقامات در این باره جزئیات بیشتر ندادند. خبرگزاری از پلوس نوشته است که مقامات سوزشواری به ولایت بدخشان وارد شده به خصوص بنزین را از سنجش می‌گذرانند و بعدا در این باره تصمیم می‌گیرند. نگرانی مقامدار ولایت بدخشان از سوزشواری پس‌صفت در حال صدا می‌دهد که روزهای اخیر نرخ مواد سوخت در کشور به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. بعد 7 ماه درگذشت، یک کپیسر شاعران اوزرخش و فرزانه گروه از ایجادکاران جوان به نامش محفل ادبی و جایزه همایون را تأسیس دادند. سرپرستی این محفل را شاعران شناخته اوزرخش و فرزانه به ذمه دارند و در آن ایجادکاران جوان فارسی زبان از سراسر جهان می‌توانند اشتراک کنند. نخستین محفل آن روز 27 اکتبر در شهر خوجند دایر گردید. فرزان محمدی از آن گزارش آماده ساخت. ای مردم، اقلا یک روزتون برای رودکی بخشید. حالا که ما میتونیم هر روز ما بخشیم. نخستین محفل ادبی با نام همایون با رودکی خوانی آغاز گردید و در قسمت دوم نورسان ایجادکار نوشته های شاگردانه شان را در حضور استادان شعر قرائت کردند. این محفل روز 27 اکتبر در نزد مجله پیام سوخت تأسیس یافت و مبتکران آن شاعران معروف اوزرخش و فرزانه هستند. طالب کریم اوزرخش که پس از مرگ فرزندش برای یک مدت از نشست و همایش‌ها کناره‌گیری می‌کرد، گفت محفل ادبی مذکور برای گرامی‌داشت خاطره یک کپیسرش تأسیس یافته است. همایون جان خودش هم وجودش پرپری شعر بود، پرپری ادبیات بود، پرپری سخن پاک بود، سخن الهی بود، پرپری موسیقی بود. اما من بسیار آرزو داشتم که یک روز میشد در صحنه میگذارم و میگم که این پسر من هم سرود میخواند هم شعر میخواند و خداوند عمرش کوتاه بود و گرفت پیش خودش. من گمان میکنم که اون آرزوهایی که در دل من بود با نام همایون عملی میشه. بنیادگذاران محفل همایون گفتند محفل جایزه خود را دارد و آن هر سال در عرفه جشن نوروز تقدیم خواهد گشت. گمان میکنم این محفل خیلی که آثار بزرگان ما در یک قالب نمی‌گنجد، محفل قالبی نیست و بسیار آرزو میکنیم که خیلی که در مجله ما اشعار همه فارسی زبانان دنیا نشر می شود، هم از تاجیکستان، هم از افغانستان، ایران، هم از سمرقند و بخارا یا هر جایی که یک فارسی زبان هست نشر می شود. اشتراکچیان محفل ما هم از اهل همدلان ما باشند که بیرون از سرحد ما حتی باشند. براءة
برای اشتراک در محفل اولین گروهی از ایجادکاران نورس از شهر و نواحی سوخت آمده بودند. آنها این نشست را دوام منطقی محفل‌های ادبی شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه با نام شبنم و عالم سخنشناس عبدالمنان نصرالدین با نام گنج سخن ارزیابی کردند که در رشد ادبیات سهمی باسزا داشتند. پسری در بدن پیش درت آمده است. من حاضر یادم آمد که محفل استاد فرزانه استاد نصرالدین گنج سخن در همین جا آغاز شده بود که همین خیلی ماورین در بیرون هم آدمان نشسته بودن در اتاق همون استاد نصرالدین. بعد این محفل تمام جهان فرا گرفت. من باوری تام دارم که این محفل همایون هم یک پدیده فرهنگی تمام جمهوری و تمام فارسی زبان ها خواهد شد. همایون پسر یگانه شاعران خلقی آذرخش و فرزانه 13 اپریل امسال در سن 21 سالگی در دریای سیر به طور مرموز غرق شد. او دانشجوی سال سوم شعبه شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند و داننده موسیقی و زبانهای خارجی بود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. در ازبکستان بار اول یک شهروند را برای شرکت در جنگ اوکراین زندانی کردند. بر اساس حکم دادگاه در تاشکند که هفته گذشته صادر شد، ایلدر خیرولین 5 سال در زندان میماند. نزدیکانش عیبنامه را به اساس خواندند. دادگاه خیرولین 38 ساله را به آن گناهکار کرد که سال 2014-15 همچون سرباز مزدور در هیئت نیروهای جدایی طلب در دنسک اوکراین جنگیده است. پیوندان ایلدر خیرولین در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی عیبنامه را رد کرده گفتند او هیچگاه در اوکراین نبود. نزدیکانش میگویند که خیرولین را بر اساس معلومات دروغ سازمان جمعیتی میراتوارتس و یا صلحجویان زندانی کردند. هدف این سازمان معلومات گرد آوردن درباره آن شهروندان خارجی است که احتمالاً علیه اوکراین جنایت جنگی انجام میدهند. پیشتر مقامات قرقیزستان هم یک شهروند را با اتهام شرکت در جنگ اوکراین بازداشت کرده بودند. رمضان قادروف رهبر چچنستان به نیروهای امنیتی کشورش امر داده است که در صورت سر زدن بی‌ترتیبی به سوی اعتراضگران تیر کشایند. قادروف روز 31 اکتبر در پیام در تلگرام نوشت 3 دفعه به هوا تیر خالی کنند و اگر شخص اطاعت نکرد تیر چهارم را به پیشانیش زنند. و اضافه کرده است که شب گذشته از چنین اغوا انگیزی در چچنستان پیشگیری شد ولی در این باره شرح زیاد نداده است. شام 29 اکتبر هنگام پرواز هواپیمای از اسرائیل به مخچقلعه داغستان صدها نفر در فرودگاه جمع آمده علیه اسرائیل اعتراض کردند. اعتراضگران در فرودگاه طلب داشتند که یهودیان از داغستان رانده شوند. این گروه تا خط پرواز فرودگاه در آمده مسافران را از اسرائیل جستجو و شناسنامه ها را تفتیش کردند. پلیس داغستان خبر داد که شخصیت 150 اشتراکچی فعال بی‌نظمی شناسایی و 60 نفر بازداشت شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قضاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 نوامبر را فرا میگیرد. 1 نوامبر سال 1925 یک سال بعدی در هیئت ازبکستان شوروی ارزی هستی کردن جمهوری مختار تاجیکستان نشریه حکومتی سویتسکی تاجیکستان نشر شد که سالهای بعدی به کمونیست تاجیکستان و از روز اعلان استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 به Народная газета تبدیل نام کرد. این روزنامه روسی زبان با نشر مطالب مطابق با سیاست حکومت تاجیکستان مشغول بوده، بیشتر از طریق عبونشوی ساختارهای دولتی و حکومتی پهن می شود. 1 نوامبر سال 2009 تاجیکستان صادر کردن آرد و گندم را به بیرون کشور منع کرد. سالانه نیازمندی تاجیکستان به آرد و گندم 1.3 میلیون تن را تشکیل می دهد و 50% این محصولات از خارج اساساً از قزاقستان وارد می شود. آرد و گندم از محصولات کشاورزی استراتژیکی به شمار می رود و زیر نظارت دولت می باشد. 1 نوامبر سال 2019 بختیار عثمانوف پسر 11 ساله مهاجران تاجیک در روسیه با جایزه اطفال قهرمان قدردانی شد. بختیار عثمانوف برای مهمه آن سال از یک چاه آبی جوش نجات دادن کودکی روس در شهر خباروسک روسیه با جایزه بلند شورای فدراسیون و روسگواردیا مکافاتانیده شد. این جایزه در حالی است که در مطبوعات روسیه به موضوع مهاجران بیشتر در رابطه با جنایتکاری و بدرفتاری مراجعه می شود و با همین سبب هم در جامعه این کشور مهاجران بیشتر در سیمای منفی معرفی شدند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کم بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد اندکی پست شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1095 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.